لوحه شماره 1. اکنون زمانی که ماه در حال کامل شدن است، من دبسیر کسی که تازه از سوریه از بردگی برگشتم و تصمیم گرفتم تا خرجهایم را پس بدهم و مرد با هدف و مورد احترام در شهر خودم بابل باشم. روی این لوحه نکات ضروری را که به من در انجام مقصدهای بزرگ کمک میکنند حک میکنم. با مصلحت رفیق خوبم معتان قرضهنده طلا مصمم هستم که برنامه دقیقی را عملی کنم که به گفته وی هر انسانی لایقی را از قرض بیرون میکشد و هدفدار میکند، این چنین به او عزت نفس میبخشد. این برنامه شامل 3 هدف میباشد که امید و آرزوی من هستند. اول، برنامه‌ای که موفقیت آینده مرا ضمانت. بنابراین 1/10 از همه درآمدم را در گوشه برای خودم نگه میدارم. سخن معتان عاقلانه بود وقتی که میگفت مردی که طلا و نقره‌هایی را که نیاز ندارد در خیمیانش پس انداز میکند، مورد علاقه خانواده خود و نسبت به پادشاهش با وفاست. مردی که فقط مقدار کمی میز در همیانش داشته باشد، خانوادهش و پادشاهش نسبت به او به تفاوتند. ولی مردی که هیچ چیزی در همیانش نداشته باشد، نسبت به خانوادهش نامهربان و نسبت به پادشاهش بی‌وفاست. بنابراین مردی که آرزوی کامیابی میکند باید در جیبش تنگه داشته باشد تا چلین چلین صدا کند و در قلبش عشق به خانواده و وفاداری به پادشاهش ایجاد کند. دوم، برنامه‌ای که مطمئناً تأمین همسری با وفایم که از خانه پدرش نزد من برگشته باشد، چون معتان گفت سرپرستی از یک زنی با وفا به قلب یک مرد عزت نفس می‌دهد و قدرت و اراده را به تصمیم‌هایش می‌افزاید. بنابراین 7/10 از درآمدم باید صرف تأمین خانه، غذا، پوشاک و کم تفریح باشد تا زندگیمان دچار کمبودی، شادی و نشاط نشود. ولی او همچنین با ما مصلحت داد که خیلی احتیاطکار باشیم که بیشتر از 7/10 درآمدمان را برای این هدف خرج نکنیم. نکته موفقیت برنامه همین است: همواره باید بر اساس این تقسیم بندی زندگی کنیم و هیچگاه نباید خزینه را خارج از برنامه ریزی انجام دهیم.